میدونی اولین قدم برای تبدیل شدن به یک میلیاردر خودساخته چیه؟ لابد میگی تلاش، برنامه ریزی، استقامت. نه، اینا نیست. از نظر جیم ران، فیلسوف موفقیت، بعد از اینکه هدف ثروتمند شدن رو انتخاب کردی، اشتباه ترین کار اینه که از خودت بپرسی حالا چی کار باید بکنم؟ بله، اشتباه. به جاش باید بپرسی من چی باید بشم؟ باید بررسی کنی ویژگی های اون آدم ثروتمندی که میخوای بشی چیه؟ حالا شروع میکنی به دست آوردن اون ویژگی ها. وقتی ویژگی ها و خصلت های یک ثروتمند رو پیدا کردی، شک نکن تو تبدیل به یک ثروتمند میشی.